ببینید دوستان، این اولین پری دریایی که روزا خانم ساخته. ببینید چقدر فرق میکنه با اونی که جدید ساخته. اینقدر تلاش کرده روزا خانم تا تونسته حرفه‌ای ترش رو بسازه. حالا نگاه کنید، ببینید چقدر فرق میکنن با، ببینید چقدر این زیباتر شده. یعنی شما اینو ببینید حتما از این خوشتون میاد. اگه یه آهن ربایی ما پشت این بچسبونیم، شما حتما اون رو روی یخچال نصب میکنید، چون کیفیتش خیلی بهتر از اینه که اول ساخته. روزا خانم خیلی تلاش کرده که بتونه حرفه‌ای تر کنه عروسک های پری دریاییش رو. یا مثلا نگاه کنید، یا این